سلام بچه، وقتتون بخیر باشه. بریم با قسمت نوسان. خب عمل لیتوتریپسی رو اول داریم توی فصل 3. قسمت نوسان که میخوایم شروع کنیم که یه روش غیر تهاجمی برای شکستن سنگ‌های کلی است. در این عمل امواج فراسود، حواستون باشه فراسود ها، خب روی سنگ‌های کلی متمرکز میشن به طوری که با خشک شدن سنگ‌ها بتونیم از طریق مجاری اجرایی خارج بشن. بعد بریم پایین‌تر. میگه هدف اصلی فیزیکدان مهندسا چیز مهمی نیست. در این فصل نوعی از نوسان به نام نوسان دوره‌ای، حرکت هماهنگ ساده. بیایم پایین‌تر. نهایت تعریف نوسان دوره‌ای یا دوره تناوب خیلی مهمه. مدت زمانی یک چرخه رو میگن دوره تناوب. بعد اینم شاید مهم باشه اگه بخوام خیلی مسخره‌بازی در بیارم، ولی بدونید هر یه ثانیه ضربان قلبه دیگه، یا یک 65 یعنی توی یه دقیقه 65 تا ضربان قلبه. تعداد نوسان‌های انجام شده در هر ثانیه بسامد گفته میشه که آن با اف نشون میدیم. اف هم که میدونید یه دونه روی تیه. یکای بسامد در اسای هرتز. هرتز چقدر بچه‌ها؟ یک روی ثانیه است. حواستون باشه، خودش هم گفته یک چرخه بر ثانیه است و به خاطر حالا یه فیزیکدان آلمانی هرتز نامگذاری شده است. بسامد ضربان قلب مربوط به نمودار شکل 2 3 چقدر؟ 2 3 کدوم این بوده؟ آها فکر کنم اینه. اینو باید بیاین اندازه‌گیری کنی. همین که اینجا گفت توی هر، به قول معروف، حالا یه فرمول دیگه هم که هست میگن TNT. خب این تیه رو میگه آقا توی 60 ثانیه این هم میگه چقدر؟ 65 بار میگفتیم مثلا میزنه. پس از اینجا یک تیو میشه چقدر؟ میشه 60 65. درسته؟ توی 60 تا 65 ثانیه میزنه. و این حالا اینو می برعکسش میکنیم که بسامد ضربان قلب به دست بیاد. میشه 65 روی 60 بسامد ما. خب بریم پایین‌تر. آها اینجا یه سوال خیلی قشنگ بهتون گفتم. برای حرکت دوری گفتم نوسانگری در لحظات 1 ثانیه و 2 ثانیه در فاصله 2.5 سانتی متری از نقطه تعادل قرار داره. تی یا دوره ما چقدره؟ اینجا البته اینجا یه چیزی یادم رفته نیستم، این از آزمون خیلی سبز بود و خیلی خلاقیت خوبی داره. بار یا دفعه اول و دوم فرقی نداره دیگه. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم باشین. اینجوری نباشه که بگیم توی یه ثانیه مثلا یه دوره کامل زده اومده از 2.5 سانتی متری، بعد توی دومین ثانیه هم رفته و برگشته. نه، توی اولین و دومین بار، یعنی توی ثانیه یک مثلا از اینجا گذشته، بعد توی ثانیه دو از اینجا گذشته. میگه تی چند ثانیه است بچه‌ها؟ مگه نگفته یک و دو؟ وسط اینا مگه نمیشه صفر؟ یعنی توی ثانیه یک و نیم از مبدأ گذشته. یک و نیم اگه مبدأ باشه یعنی به خاطر یه دونه A، یه دونه دامنه که گذشته 1.5 ثانیه طول کشیده و توی هر دوره هم هر کی هم ما 4 تا ای داریم، پس 4 ضرب در 1.5 میکنیم میشه 6 ثانیه. پس تی ما برابر با 6 ثانیه است عزیزان. خب بریم تست پایین. میگه حرکت هماهنگ، تست پایین مورد پایین، به نوسان‌های سینوسی در حرکت هماهنگ ساده SHM گفته میشود. حواستون باشه مثلا این امکان داره جا خالی بدن که خیلی سخت بخوام بدن، احتمالش کمه، ولی دیگه ما همه رو میگیم دیگه. بعد توی بالاتر هر نوسان هم اینه، چیز مهمی نیست. در شکل بین این و اینه، جلو عقب میره. بیشین فاصله جسم از نقطه تعادل چیه؟ دامنه حرکت. دامنه حرکت. پس اگه ازتون پرسید بیشین فاصله جسم از نقطه تعادل چیه، سوال نهایی هم بودا میگی دامنه حرکت یا همون ای ما. خب فاصله بین دو انتهای مسیر چقدره؟ 2 تا ایه. حواستون به اینا باشه، نگی ای یا درست نادرست نگی بهتون. بعد معادل مکان زمان در حرکت هماهنگ ساده آ کوسینوس اومگا تیه. آ چیه؟ همون دامنه است. کوسینوس اومگا هم که میدونیم 2 پی روی تیه، دوره ماست. تی هم که زمانه. بعد بسامد اضافه ای هم که گفتیم یا 2 پی ضرب در اف. اف هم که میدونیم همون یک تی اومه. بعد یکای بسامد اضافه اس آی برابر رادیان روی ثانیه است. حواستون به اینم باشه، امکان داره واحد از شما بخوام. یکای بسامد اضافه. نکته بعدی نوشتم معادل کوسینوس باشه معادل سینوس باشه. بچه معادل کوسینوس باشه از A شروع میشه، از A شروع میشه، مثل همین جایی که داشتیم. یعنی شینا کن بیارم بالاتر. اینجا فکر کنم معادل کوسینوسی، کوسینوس از A شروع میشه، یعنی از اینجا شروع میشه میره و برمیگرده. خب حالا اگه معادله سینوسی باشه از کجا شروع میشه؟ از مبدأ یا همون x برابر با 0. خب از مبدأ یا x برابر با 0 شروع میشه. استفاده دیگه نیستم، خیلی بد شد. x برابر با 0 شروع میشه. خب
یعنی توی بالایی اگه من بخوام بهتون بگم به جایی که از اون نقطه شروع بشه میاد از این نقطه شروع میشه. آقا از اینجا شروع میشه میرو برمیگرده. اوکی. خب البته این بالایی رو بهتر بود اینطوری بکشن، اینوری بکشن. خب اولش به سمت مثبت حرکت میکنه دیگه. بیایم پایینتر، هم نکته دیگه ای نیست. پی مثبت. آره این نکاتش هم بهتون گفتم یا میدونید حتما خودتون دیگه. مثلا توی نقطه مبدأ مکان بیشترین سرعت رو داریم، بیشترین سرعت به جهت منفی، بیشترین سرعت در جهت مثبت. خب و توی مکانایی که ما نقاط بازگشتی به قول معروف بهش میگیم نقاط بازگشتی، ما بیشترین یعنی آی ماکسیموم رو داریم و ای ماکسیموم، اف ماکسیموم. ولی اینا همشون برخلاف چی هن؟ برخلاف ایکس هن. ایکس ماکس هم یا همون ای ما که میشه توی این نقطه است. خب ولی اگه ایکس مون مثبت باشه، این در جهت مثبت باشه، مثلا توی این نقطه آی ما منفیه، اف ما منفیه. میگفتیم چی؟ ایکس با آف رابطه عکس داره و بالعکس توی مکان منفی که ایکس منفیه آ و اف مثبتن. خب حالا به این نکات میپردازیم که آقا کجا تون شونده است کجا کون شونده است. این هم بچه امکان داره دیدید خدا چی دیدید بهتون این عکس رو بگید که این چیه، دیاپازونه، حواستون باشه یه بار بشنوین دیگه قطعا میتونید از پسش بر بیارید. خب بریم سراغ سامانه جرم و فنر. نکنید فنر رو ما توی دینامیک اولین بار داشتیم، حالا توی امکان کارانوژی دهم هم دیده باشینش، ولی اصل کار توی دینامیک بود. میگیم F برابر کا دلتا X یا همون mg چیه؟ زمانی که فنر ما و اون جسم ما آویزون باشه، مثل این حالت که این کا ضرب در دلتا X تغییرات طولش بکنیم در میاد m چیه؟ جرمش. حالا امکان داره خود فنر هم یه جرمی داشته باشه، ولی مهمترین چیز چیه؟ اگه فنر رو نگاه کنید اینجا آویزون کرده باشیم، بعد با وزن خودش هم بیاد پایین، بعد ما این وزنی بهش وصل کنیم، دیگه اصلا وزن فنر برای ما اهمیت نداره، چون توی حالتی که وزن بهش وصل نبود ما داشتیم روی جرم خود فنره حساب باز میکردیم. الان چی؟ بعد روی جرم خود جسم است. خب کا ضرب در دلتا ایکس برابر با ام جی جرم وزنه ضرب در جی هم که دهه. این اگه آویزان باشه نما دور تمام سامانه جرم فنر میشه تی برابر 2 پی رادیکال ام کام. ام چیه؟ این جرم، کام که ثابت فنره. حالا نکته بعدی این پایین گفته اومگا برابر با چی؟ برابر رادیکال کم. اینا حتما شنیدین، میگن چی؟ رادیکال کم برای فنر، رادیکال ریل برای آونگ. این هم من بنویسم اومگا برای آونگ، حالا پایین‌تر هم بهش اشاره میکنیم برای رادیکال ریل. قبول داری این اومگاه، اینم اومگاه. میخوام الان یه اثبات خیلی قشنگی براتون برم و حسب همین چیزی که اینجا براتون نوشتم، خب که شاید خیلی کم دیده باشینش. نگاه کنید اینجا من گفتم F برابر کا دلتا X برابر mg، یعنی کا دلتا X برابر mg. این دلتا X هست، خب این کا هست. خب این کا رو فکر کنم من ببرم زیر این، یا برعکس جی رو ببرم اون بالا، این فرقی هم نداره. این کا بمونه، این ام رو من بیارم زیر این سمت، این دلتا X رو ببرم زیر این سمت، میشه. حالا این اف رو خط بزنم کلا، این کا روی ام، این جی هم روی دلتا ایکس. قبول داری این همون رادیکال کمه که ساخته شده، این همون رادیکال ژله. این جی، این که، این ام، این دلتا ایکس چیه؟ آقا این الی که میذاشتیم چیه؟ مگه همون تغییرات طول فنر توی راستای عمودی نیست؟ درسته، اینم درسته عمودی منظور ماست. پس به جای دلتا ایکس چی میذاریم؟ ال. حالا فهمیدی چرا اومگا توی آون رادیکال ژله، اومگا توی فنر رادیکال کمه؟ قشنگ بود. حالا بیایم این سمت نگاه کنیم که اگه سخت شد، اگه یه جسم روی n فنر مشابه قرار گرفت وزنش به صورت آن که خودم جوابشو دادم، نگاه کنید امکان داره که 3 تا 4 تا فنر بهتون بدن اینجوری وصل باشه، تو بگی آقا تغییرات طول فنر چه جوریه، تو باید بگی این جرمی که داره میره که برابر m کیه، درسته؟ روی هر فنر تقسیم بر n میشه. چه تعداد فنری داریم نسبت به کا؟ میگیم 3 تا. میگیم پس mg تقسیم بر 3 اینقدر برابر با کا دلتا x هر کدوم. فهمیدین؟ خیلی سوال خوبی بود. و این اگه کا ثابت باشه، حالا توی پیشرفته من اومدم کا رو متفاوت دادم، خیلی قشنگ میشه. این شاید میگم سوالش در حد سوالات المپیاد و تحلیلی طور میشه بیشتر، ولی برای شما همینقدر بدونی خیلی، یعنی 3 4 لول از دانش آموزای عادی جلوترین. کا دلتا ایکس برابر میشه با ام جی تقسیم بر 3 وقتی که 3 تا فنر داریم، جرمه و وزن جسم بین 3 تا فنر تقسیم میشه.
خب بعد انرژی در حرکت هماهنگ ساده است که کا برای یک دوم ام وی دو، بعد چون همون انرژی جنبشیه دیگه. این نکته تعادل هم که بهتون گفته بودم. الان بریم پوینتر روی این بیشتر بخوایم مونوف بدیم. خب نگاه کنید، انرژی این بر منفی ای این دامنه است، این هم تا منفی ای اومده. این بر انرژی رو داریم. خب انرژی هم یه ماکسیمم داره. بچه این انرژی کله یا همون ای ماست. خب که می‌بینی همه نقاط ثابته. این نقطه صفر یا مبدأ ما دقت کنید، انرژی جنبشی ما حداکثر همون نقطه‌ایه که من بهتون گفتم سرعتمون به ماکسیمم میرسه. توی نقاط A یا دامنه ما چی برعکس گفتم چی ماکسیمم میشه؟ شتاب ماکسیمم میشه ولی سرعت به صفر میرسه. اینجا سرعت وی ما برابر صفره. وی صفر باشه پس کا انرژی جنبشی اونم صفره، پس پتانسیل یا یو اونم ماکسیممه که برابر با چی؟ برابر با همون ای ماست. اینجا هم یو ماکسیممه، میگم یو کا ماکسیممه برابر با چی؟ خود ای ما و یو هم صفره توی نقطه مبدأ. بعدش خواستم اینم بهتون بگم، نکنید توی نقطه ایه که این دوتا انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی ما یکی شدن. کدوم نقطه است؟ توی نقطه رادیکال دو دومه یا همون 1.5 پلی که همه بهتون میگن. خب ما یه صفحه داشته باشیم، این صفر باشه، این A باشه، این منفی A باشه، اینجا رادیکال 3/2 A باشه، این رادیکال 2/2 A باشه، اینجا 1/2 A باشه، اینجا منفی A2 باشه، منفی رادیکال 2/2 A باشه، منفی رادیکال 3/2 A باشه. توی این نقاط انرژی جنبشی با پتانسیل یکیه. نگاه کنید بچه‌ها، مگه من نمیگم تو این نقطه وی ما ماکسه؟ یعنی زمانی که حالا میخوام کنشوند و تونشونده هم بهتون بگم، زمانی که ما از هر نقطه‌ای به وی ماکس داریم نزدیک میشیم، به مبدا داریم نزدیک میشیم، چه از این سمت چه از این سمت، بهش میگیم تونشونده. چرا؟ برای سرعت ما از یه عددی به ماکسیمم حالت خودش میرسه، پس تونشونده باید باشه دیگه. بالعکس اگه ما داریم از نقطه مکان صفر ما دور میشیم، یعنی چی؟ یعنی داریم از ماکسیموم وی ماکسیموم دور میشیم. توی حالت میگیم بهش کی کنج‌شونده. و وقتی که ما به وی صفر گفتم توی نقاط بازگشتی یا A و منفی A ما که سرعت ما صفر دیگه، توی نقاط صفر وقتی که توی حرکت هم بهتون گفتم وقتی داریم به سرعت صفر نزدیک میشیم حرکت ما چیه؟ کنج‌شونده. وقتی داریم به وی ماکس نزدیک میشیم به سرعت ماکسیموم تندیمون چجوریه؟ به صورت تندشونده است. پس الان اگه بخوام بهتون تمیز کار در بیارم اینو بعد می‌نویسم وی ماکس اینجا تند، اینجا کند، اینجا کند، اینجا کند. این کل نحوه حرکته. نگاه کنید این شکلی اومده ها. من بکشم اینطوری میاد اینطوری میاد برمیگرد. بعد بچه انرژی کل هم بدون تو کل مسیر یکیه دیگه. خب اگه اتلاف انرژی نداشته باشیم که توی این نوسان مثلا اتلاف انرژی براش معنا نداره. خب این هم حواستون باشه یو به ای برابر با x روی آ، یعنی توی نقاط بازگشتی که x ما همون آه، یو با ای هم یکیه. خب این دوتا رو برای کنکورتون بلد بشین. به بچه گفتم انرژی مکانیکی سامانه جرم فنر چیه؟ بچه ای برابر 1/2 کادو. بیشتر این ای که ما گفتیم کاه مربوط میشه به کی؟ زمانی که از شما انرژی کل، یه سوال نهایی دارم میگم، انرژی کل بگه و فنر، انرژی کل و فنر رو دیدی توی جمله بدون من از این فرمول بدی ای برابر 1/2 کادو. کا چیه؟ ثابت فنر. آ چیه؟ همون دامنه ای. خب انرژی مکانیکی سامانه جرم فنر هم گفتیم. بریم اصل کاری. اینجا یه دقت کن گذاشتم حواس به انرژی باشه، خصوصا تفاوت ای یو کا. یعنی چی؟ نگاه خیلی وقتا بچه اشتباه میگیرن، میگن چند جوله، یادشون میره الان چی میخواد از من. نمیبینن که آقا انرژی پتانسیل میخواد، جنبشی میخواد، انرژی کل میخواد. باور کن یکی از اشتباهات خودم همین بود. میومدم یو رو حساب میکردم بعد میدیدم کار رو میخواد، بعد آخرش میدیدم که آقا چند جول میخواد، یویی که حساب کرده بودم مثلا ای هم داده بود، میدونی که یو رو منهای هم کنم مستقیم همون یو رو میزدم و غلط در میومد. واسه اینو نوشتم که دقت کنی. آقا انرژی دیدی بگرد ببین دنبال کدومه. آخر سال دنبال ایه، یو کاه. بعدی نگاه ای برابر 1/2 کا2 1/2 ام امگا 2 آ2. بچا مگه ما نگفتیم؟ حالا دیگه خودتون میدونی، زیاد اشاره نکردم. بی برابر آ امگا
A یا شتاب برابر آ اومگا 2. خب بعد X هم حالا X هم که گفتیم برابر آ اینجا کوسینوس اومگا تیوم. بعد F هم همین آ یعنی M ضرب در A چی بود؟ A مگه آ اومگا 2 نبود؟ خطش میده اومگا 2 میذاری. اینا رو حواستون بهتون باشه، این فرمولاست. خب الان این فرمولا هم توی نگاه براتون نوشتم. اینجا مگه بهتون نگفته 1/2 M اومگا 2 آ 2؟ آیا اومگا 2 آ 2 چیه؟ مگه ما نگفتیم E برابر 1/2 M B 2 زمانی که توی نقاط چی هستیم؟ تعادل و وسط راه هستیم. توی نقطه مکان برابر با 0 هستیم. توی نقطه مبدا هستیم. ای برابر 1/2 M B 2. چرا؟ چون کا ماکسیمومه. آقا مگه این بالا من نگفتم وی برابر آ اومگا؟ پس این آ اومگا توی پرانتز به توان 2 میرسیم، میشه آ 2 اومگا 2. همین فرمول به دست میاد. 1/2 آ 2 اومگا 2 M آ 2 اومگا 2. بعد بنویسم ای برابر با 2p2 m a2 f2. حالا اومده اومگا هم باز کرده. اوکی بازش کرده، میگه آقا اومگا خودش چیه؟ اومگا مگه 2p روی ضرب در f نیست؟ حالا میتونیم روی t بزنیم. میگه این به توان 2 برسون، به توان 2 برسون میشه 4 p2 f2. این 4 با این 1/2 میره میمونه 2 که اومده. این p2 هم که همین p2 است، m هم که از اینجا اومده، a2 هم که همین a2، f2 هم که الان به دست آوردیم. پس این فرمول اصلی که الان به دست گذاشتیم اینجا رو از همین فرمول قبلیش به دست میاد. این شما فقط کافیه بلد بشین که ای برابر 1/2 m b 2 توی نقاط تعادل، بعد این دو تا فرمول راحت از توش در بیارید. خب بعد نگاه کنید ای برابر u به علاوه k. من بهتون گفتم وقتی که بهتون فنر داد آقا کی از کدوم فرمول استفاده بکنید؟ وقتی که بهتون فنر داد از 1/2 k2 برید. توی نقاط بازگشتی هم من جای شما باشم از همین 1/2 k2 میرم. نقاط بازگشتی کدوم بود؟ وقتی که نقطه ما توی نقطه آ باشه، دامنه باشه یا منفی A باشه. از کدوم میری؟ از فنر. توی نقطه تعادل و وسط راه از 1/2 m2 میری یا همین فرمولی که پایین گفتم 1/2 m اومگا 2 آ 2. حالا هر چیزی غیر از اینا بود وسط راه، مثلا توی نقطه 1/2 A می‌خواست است. خب بهتره که بیاید از این فرمول برید. خب این توی کنکوره ها، توی نهایی هم به احتمال 99% بعد این فرمولا رو بنویسی که فقط نوشتنته. من حتی کنکورش هم این بهتون گفتم یه لول بالاتر. خب فقط سوال حل کنید دیگه. اینجا 1/2 m 2 گفتم کا برابر 1/2 m 2 برای یو هم 1/2 کا ضرب x2. خب ببین یه سوال خیلی خفن نکن، اگه من تقریبا نهایی باشم خدا یه دونه از این سواله اگه ثبت شده میدم که فرق 19 و 20 معلوم شه. بخونید میگه تفاوت برداشت جعبه روی نقطه تعادل یا بازگشتی چیه؟ خیلی سوال جذابیه. هم توی نشرالگو اومده، کتاب نشرالگو سطح سومش فکر کنم بود که خوب پیش رفته بود سوالش. توی آزمون خیلی سبز اومده، توی آزمون دوپینگ هم اومده. دوپینگ ولی 2 سال پیش بود فکر کنم. 2-3 سال پیش بود، سال 401 یا 402 بود که اومده بود. میگه چی؟ اگه جعبه رو توی نقطه تعادل برداریم یا نقاط بازگشتی تفاوتشون چیه؟ نگاه توی نقطه تعادل برداریم. نقطه تعادل این چیه؟ این توی نقطه 0 x برابر به 0. من گفتم توی نقطه تعادل مگه وی ما ماکس نیست. پس بهتر از کدوم فرمول بریم؟ این فرمول. 1/2 m 2 یا 1/2 m ضرب در اومگا 2 آ 2. خب توی این نقطه وقتی ما می‌خوایم برداریم قبول داریم که m روش تاثیر میذاره چون توی فرمول m هست دیگه. پس اینجا هم آره روش تاثیر گذاره. خب حالا به اینکه چه تأثیری هم میذاره خیلی مهمه که آقا این امه الان برداشتیمش خب کل انرژی کل ما کم میشه، 2/3 برابر میشه. دقت کنید قبلش 3 بود الان شده 2، پس 2/3 برابر میشه کل یو ما. حالا اگه توی نقاط بازگشتی برش داریم، یعنی توی نقطه A یا منفی A برش داریم چه اتفاقی میفته؟ توی این نقاط من نگفتم از 1/2 k2 برو. توی این نقاط وقتی از فرمول 1/2 k2 میری و فقط به انرژی پتانسیل ربط داره و به جر هیچ وابستگی نداره، هیچ ارتباط مستقیمی نداره، پس هیچ تأثیری نمیذاره. پس اگه جرمو اون جعبه بالایی و ام رو توی نقاط بازگشتی A و منفی A برش داریم هیچ تأثیری روی انرژی کل ما نمیذاره. اینو من اگه بدم مطمئن باش 99% بچه‌ها غلط حل میکنن. بریم بعدی. میگه میدان گرانش در واسطه کمترین و در قطب‌ها بیشترین مقدار ممکنه. دیگه اینو حواستون باشه به خاطر اینکه قطر بیشتری داره دیگه. خب بریم پایین‌تر. آونگ ساده گفتم اینم فرمولش اومگا برابر رادیکال ژل، حالا اگه می‌خواید حفظش کنی. و دو تا رابطه خیلی قشنگ این بالاتر فکر کنم گفتش. آقا دوره تناوب توی آونگ به جرم و دامنه بستگی نداره. حواستون به این مورد هم باشه. میگه آقا تغییر دم و تغییر ارتفاع چه حالا ارتباطی به دوره توی آونگ دارن. دوره در آونگ.
دوره در آبند. اول با تغییر دما شروع بکنیم. بچه دقت کنید اگه تغییر دما داشته باشیم قبول دارین این طوله چقدر بد شد، طول این نخ ما بیشتر میشه یا کمتر میشه. اگه افزایش دما داشته باشیم خب بیشتر میشه. با وقتی که حالا افزایش دما داشته باشیم افزایش پیدا میکنه. افزایش پیدا میکنه اومگا کاهش پیدا میکنه و تمام. دوره ما یا همون اومگا ما بسامدزاویه ما کاهش پیدا میکنه. حواستون به این نکته باشه. و بالعکس اینم بگیم دیگه، یا یا دوره ما افزایش پیدا میکنه. حالا اگه تغییر ارتفاع داشته باشیم چی؟ بچه‌ها میدونید دیگه با هر چقدر ما از زمین، سطح زمین، کره زمین بریم بالاتر تی ما کاهش پیدا میکنه. پس با افزایش ارتفاع تی کاهش پیدا میکنه، مجدد اومگا کاهش، یا تی دوره ما افزایش پیدا میکنه. بریم سراغ سوال پایین. یه دونه این سوالا اینجا گذاشتم دنبالش بودم. اگه سخت شد، اگه دو آونگ با طولهای L1 و L2 دقت کن، L1 و L2 به ترتیب دارای دوره T1 و T2 باشد، دوره آونگ با طول L2 منهای L1 چیه؟ بچه یه فرمولی هست که میگن چه حالا بخوایم که این طولا رو کم کنیم ازش، چه بخوایم طولا رو بهش اضافه بکنیم، یعنی بگیم L2 به علاوه L1 باید اینو توی اینطوری توی رادیکال اونم به توان 2 با هم دیگه قرار بدیم. یعنی میشه چی؟ میشه TS ما، حالا اینو شما TS در نظر بگیرید، TS ما TS برابر با رادیکال T2 به توان 2، هر کدوم که بیشتر بود دیگه، وگرنه زیر رادیکال که منفی نمیتونه بشه، T1 منهای 2. حالا اگه به علاوه میخواستی L2 به علاوه L1 بود چی؟ اینجا TS ما برابر میشد با T2 به توان 2 T2 به توان 2 من به علاوه T1 به توان 2. خب و جوابمون به دست میاد. مثلا این یه سوالش هم اینجا براتون گذاشتم، این توی کتابای نردبان، نشرالگو، آزمون کتاب 3 سطحی که آزمون قلمچی توشه اومده. اگه طول آونگ T1 3 متر باشه، T2 4 متر، دوره تمام برابر T3 برابر با T1 به